بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم از بلژیک، شیعه هدایت یافته. مطلبی که میخواستم عرض کنم در مورد این کلیپی بود که راجع به گوسفندان حضرت اسماعیل که 3 روز در کربلا نه آب میخوردند و نه علف. البته بینندگان کلیپ آن را دیدند، لزومی نمیبینم که کل آن را مجددا بازگو نمایم. فقط من تعجب میکنم از جوانان اصفهان که برای این جوک مسخره اینطور گریه و زاری میکردن. خیلی عجیب است، چون اصفهانی ها مردمان عاقلی هستن که من باهاشون خیلی مراوده داشتم و دارم. البته عده‌ای از آنها، نمیگویم همه اصفهانی ها، ولی خیلی عجیب است که اینها عقلشان را به طور کل تعطیل کردن. کرکرش هم کشیدن پایین، یه قفلم زدن روش که هیچ کسی دیگه نتونه این قفل باز کنه و عقل اینا رو به کار بندازه. آخه یه کمی خداوند به انسان عقل داده. در آیات مختلف در آیات قرآن در این مورد گفته افلا یعقلون افلا تعقلون، فکر نمی کنید، عقلتون رو به کار نمیندازید. آخه چطور ممکنه همچین چیزی رو باور کنند و اونجور که در کلیپ من مشاهده کردم گریه و زاری بکنن؟ واقعا که تعجب آوره. خیلی متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، خسته نباشید. خیلی ممنون هستم از شبکه خیلی 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 خوبتون، رسال حق و مجری عزیز و مولانای عزیز که تمام مردم و شریف مسلمان اهل سنت ایران را خوب یاری میکنن در مذهبشون که بتونن از مذهب خود دفاع کنن و در برابر اون کسانی که توهین میکنن، فحش‌های به قول آقای مجری میگن و نمیتونن با عقل و مدرک و درایت خودشون ثابت کنن و بیان صحبت کنن و میگن که چه کارهایی بکنیم، چه حرفایی بزنیم که بتونیم از خودمون دفاع کنیم، از مذهبمون، از اینکه بتونیم در برابرشون حرفای خودمون رو بگیم. و اونهایی که نمیتونن حرفای خودشون رو بگن، فقط بلدن توهین کنن، حرفای رکیک بزنن و فحش بدن. من خیلی ممنونم از این شبکه خوبتون که ما رو یاری میکنه در این راه که بتونیم دانش خودمون رو بالا ببریم نسبت به مذهبمون. خیلی خیلی ممنون هستم از شما و دستاندرکاران خوبتون که واقعا زحمت کشیدید، این شبکه رو درست کردید. خیلی خیلی ممنونم. من از ایران، تهران، شهرستان پاکدشت تماس میگیرم، شهر فرون‌آباد، موسی نارویی. با تشکر، ممنون از لطف و زحمت فراوان شما.